Hey guys, V16 Mishtabais here, and as you can see, this is the Land Cruiser oil filter, and right now I'm gonna be showing you that how to perfectly change the oil filter just with the common tools, and make sure that you stick it out. خب بچه‌ها، قسمی که شما می‌بینین فیلتر از این لند کروزر بخی ساییده شده، مثل که از اینکه کدام نفر که چکش چیز زده باشه می‌بینین، و با خاطر واس کردن از این ما از این فیلتر واسکن‌ها ضرورت داریم، و با خاطر از اینکه این فیلتر واسکن خود قید جمع بگیره در خود فیلتر کمک در ضربه میزنیم تا خود جمع بگیره و یایی که بچسبه، و بعد از اینکه کمک خود چسباند به این صورت راد دراز ضرورت داریم تا اینکه این را که در فیلتر واسکن جفتش کنیم و این را بسیار ساده این را تواش بدیم و بازش کنیم. و زمانی که کمک شروع شد و میتونستیم که دست خود وازش کنیم، به این طریق که دست خود وازش میکنیم، ولی به این شرط که دستای ما را نسوزانه که میسوزانه دیگه. چطور بگیم؟ خب بچه‌ها، این درین شد و این هم از فیلتر جدیدش به خاطر از این لند کروزر. این از فیلتر قدیم و از فیلتر جدید، و به مون طریقی که ما وازش کنیم به مون طریقه دوباره پس بستهش میکنیم، به شکلی که اول باید خود فیلتر در جای فیلتر تا جایی که دست ما زورش میکشه تاییدش کنیم و بعد از اون فیلتر واس کنه داش بچسبانیم و به این صورت دوباره ضربه بزنیم که فیلتر واس کنه خود سفت بچسبانه، و بعد از اون راد بلند میگیریم که فیلتر واس کنه جفتش میکنیم و به این طریق دوباره پس بستهش میکنیم. خودت بگو آسان نبود؟ پس ما رفتیم.